تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. سلام شنوندگان گرامی، حالا خوانش بدیعی را از روی قسم دوم رمانی تاریخی سروی سنگیت امیر خواجه در قرائت مؤلف بشنوید. آغاز گفتار پنجم. صبح روز دوم کمانگیر به یاد کودکی و والدان مرحومش گرد و نواحی خانه را با حوصله قدم زد. در و دیوار، باغ، کشتزار و جویبار روی حولی همه آراسته و پیراسته بود. حتی 6 سال پیش در زمان بود و باش خودش اینقدر زیب و ترتیب نداشتند. کمانگیر با چشم سرش میدید و هیچ باور نمی کرد که مدت 6 سال در این خانه کسی زندگی نکرده است. ناخواست در کنج باغ چشمش به خانه‌چه افتاد و دلش ته خورد. این سگخانه را برای چی ساخته باشند؟ به خود اندیشی جوان و نمدپاره را که خدمت در را ادا می‌کرد برداشته به کازه درآمد. اما بوریای روی فرش، لحاف، کرپچه و بالش را دید و یقین کرد که کازه را نه برای سگ بلکه برای آدم ساختند. در دل کمانگیر حس شبهه و گمان تلاطم زد و همان خاموش شد. فهمیدم شاهدوران کسی را به پاسبانی خانه بی آدم گذاشته است. این فکرش را شویزنی که در پهلودری به قد دیوار راست گذاشته بودند تقویت داد. او چوب دست را گرفت و وزن و محکمیش را سنجید و باز به جایش گذاشت و بیرون برآمد. شاهدوران یک بند هیزم در بغل با تبسم ملیح و روی خندان دچارش آمد. به پای قدمت تیر ماه به تابستان بدل شد. خوشگویی کرد شاهدوران. حاضر همسایه ها می آیند، سور را دوام می دهیم. آن طرفش عجب شمال است. خسته نباشی پدر، گفت کمانگیر و جانب کازه اشاره کرده پرسید این چیله را تو ساخته ای؟ موسفید به آهنگ حیرت پاسخ داد نه، این را خودت نساخته ای مگر؟ من؟ کمانگیر هم حیران شد. من برای چی کازه می ساختم؟ شاهدوران ناباورانه به کمانگیر نگاه کرد. توبه استغفار، من گمان کردم که تو برای استراحت در روزهای گرما ساخته باشی. در گوشه خیالم هم نبود پدر. نخواد به جود ما ساخته باشد؟ نه بچم، از دختر وارث چنین کار نمی براید. نخواد خانه کلان را مانده در پوچاق چارمق بجا شود. من هم به همین حیران، گفت کمانگیر. تو ساخته نباشی و ساخته نباشد، این کازه بوالعجب از کجا پیدا شد؟ این معما را فقط به جود ماه می کشاید. دستم را خالی کنم خودش را می پرسم. آنها به خانه در آمدند. به جود ماه دستارخان را از انواع خوردنی پر می کرد. بیایید برای ناشتا کاچی و حلوای شیر پختم. در آواز به جود ماه آهنگ خوشبختی موج می زد. کلچه و برساق، چلپک و دنبه جگر، شینه و زنده‌باج، ماست و دوغ، هرچه می خوری بخور. مردان سر دستارخوان نشستند. دخترم، حالا به یک سوال عادی کمانگیر جواب داده نتوانستم. پید نخود تو بر این یک آدم افلاطون هم به سوال جواب داده نتوانی؟ شوخی آمیز جواب داد دختر. سوال کمانگیر چی بوده است؟ همین کازه کنج حولی را کی ساخته باشد؟ اوضاع بیجادما یک باره دیگرگون گشت. به چهرهش تیرگی سایه انداخت. رخساره هایش در آن واحد چون کلچه نوکنده سوپ سرخ شدند. کمانگیر حتی لحظه لرزیدن تخت پشت خواهرش را مشاهده کرد. این کازه را دارابشاه ساخت. با سر خم و صدای شکستن نهایت پاسخ داد دختر.
دورابشاه مردم قریب برابر ندا برآوردند. بیجادما به اشاره تصدیق سرجنباند. همان دورابشاهی که دوست جانی من است. در سوال کمانگیر اضطراب، ناباوری، خرسندی و حیرت به هم آمیخته بودند. دختر سرجنباند. وی همراه زندگی میکرد. کمانگیر از ناهنجاری نیم خیز شد و دوزانو زد. شاهدوران هم در جایش جنبید و سلفه بر دروغی کرد. آره جواب داد دختر و پس از سکوت دوام داد. نه، وی آمد گفت که همراهش به برتن گریزم. من قبول نکردم. وی گفت اگر با من حادثه روی دهد در نزد دوستش کمانگیر شرمسار دو عالم می شود. بعد چیله ساخت و مرا پاسبانی کرد که شغنی ها آمدند. وی با آنها جنگ کرد. آنها بسیار بودند و وی طاقه. آخر زده معیوبش کردند. بعد هر دوی ما را پیشانداز کرده به قلعه بردند. میگویند که از زندان گریخته است. برای نشان ندادن هیجانش بیجادما خود را به پاره کردن نان اندرمان ساخت. کمانگیر دهان جفت کرده بود که شاهدوران کف و پیشانی زده خطاب کرد. حالا توبه کردم خدایا، نخود همون جوانی است که همراه در بند بودیم. جراحت داشت. من داروی و ملهم کردم. گفت که شغنی ها وی دختر خالش را به قلعه اسیر گرفتند. خودش خرسندانه ندا برآورد بیجادما. وی کجا شد؟ یک شب همراه خیر محمد نامرد گریختند. هرچند کوفتند نیافتند. احسن. پس از درک حقیقت حال کمانگیر هم به گپ همراه شد. من از وی زمین تا آسمان منت دارم. جوانمردی همین قدر می شود. ای دختر ظالم بیلا، برای چی اینقدر سال یگان بار هم نامش را به زبان نگرفتی؟ آخر من و وی مثل پدر و پسر بودیم. این خیل بچه بناموس و سخت برداشت را دچار نآمدم. از این خبر که شاهدوران با دورابشاه فرخ لقا هم نشین بوده است، احساس نامفهوم دختر را مضطرب حال گرداند. یقینا اگر برادرش نمی بود سر به سینه پدرخواند می نهاد و غمش را تا قطره آخرین اشک می گریست. اما بجای این جانب موسفید نگاه پر از منتداری و مهر افکند و گفت تو نپرسیدی، من هم لازم ندانستم. برای آنکه حالتش را پی نبرند بیجادما به بهانه بیرون برآمد. شاید طرف درواز رفته است و خبر مرگ محبت خان را شنیده برگردد. تخمینش را بیان کرد کمانگیر. خداوند نگهبانش، الها در 6 جهت دنیا او را دلخواه و مبارک گردان و به خیر و خوبی به خاک پدر، کنار مادر و دوستانش برسان. دعا کرد شاهدوران و افزود همراه خیر محمد باشد راهش را می‌یابد. پدر، من باید به قلعه بروم، عرضه داشت کمانگیر. منظرشاه و همتینگان دیگرم را به سور می‌خوانم. منظرشاه؟ باور نکرد شاهدوران. نخواد خود منظرشاه بیاید. برای چی نمی آمد از پدر؟ غربت و سرگردانی ما را از برادران همخون هم نزدیکتر کرد تا چاشتگاه همراه آنها می آیم. این خیل باشد. آمین. در تردد معرکه شدن در کار. ورته چیزی تیزی به کلچه زانویش خلید. بعدی دقیقه تکرار یافت. این بار سخت‌تر و دردناکتر. پایش را جنباند که اول قرقر اضطراب‌آمیز زاغی بلند شد و چند همجنسش به آن همراه گشتند. بعد غواصی به شدت آب به گوش رسید. اول از دور، سپس تدریجاً نزدیک آمد و آنقدر بلند گشت که دلش را واهمه زیر کرد. چیزی تکرار به تکرار روی پیشانیش می خزید و گم می شد. پای چپش را هم چیز قپیده گاه می لرزاند و گاه می جنباند. پای راست احساس گرمی و نرمی داشت. گردن ارنگی می سوخت. موی دراز سرش را گاهی برداشته بالا می کشید، گاهی سر می داد. برعکس تخت پشت که احساس راحت و گرمی می کرد، سینه و اشکمش خنک خورده بودند. می خواست عطسه بزند و سوزش بینی را باز دارد، اما نمی توانست.
میخواست دیده باز کند، اما پلکهایش از فرط گرانی برداشته نمی شدند. میخواست بجنبد، ولی یگان عضو بدن اطاعتش نمی کرد. خدایا در کجایم؟ نخستین فکری که مینه سروناز را تکان داد و به کار درآورد همین بود. برابر درخشیدن این سوال بوی غلیظ تندتر گشت و به گلو راه یافت و راه نفس را بست. به خواهش عطسه زدن سرفه کردن نیز علاوه گردید. جان زن به تنگ آمد، ولی غریزه زنده ماندن بالا گرفت. سلفه نجات بخش از بند گلو رها گشت و ترکید. چون دهان و زبان جنبیدند، عطسه دیر انتظار تیروار بیرون جست و چشمان هم کشاده شدند. نخستین چیزی که نگاهش به آن افتید کله نیم پوسیده خر بود. کله فوق جانب آسمان و گوشها برابر گردن، با چشمان کافته اندکی پایینتر از پایهای سروناز روی خرسنگی که از برش آب پرتلاطم میگذشت میخوابید. منظره رقیق مجبورش کرد که نیمخیز شود. این اثنا با قهقه و قرقر تلواس آمیز از چهار طرف سیله زاغان به هوا برخاستند. خواست به دستانش تکیه کند، آنها در نرمی فرو رفتند. برای کشیدنشان دوباره به پشت خوابید. کفهایش را از نظر گذراند و حیران ماند. آنها پر از پشم بودند. عجبا، مرده خر، پشم بوز، من در کجا باشم؟ بالا نگریست. چشمش اول به شاخه کمبرگ بید، سپس به کوه لیس آسمان بوس افتاد که در کمرش پول آویزان داشت. به محض دیدن پول خاطره سروناز یک باره روشن گشت. لحظه های چرخیدن چهره پرریش ناشک و چشمان وهم زده اسب خوسیده او و آمیختن زمین با آسمان پیش نظرش به جلوه آمدند. من زنده ام، زنده، خرسندانه آواز برآورد زن و به امیدی که دخترش صدای او را میشنود فریاد کشید: گلناز، گلناز، گلناز. اما بجز غواص رود و شرفه شمال سبک جوابی نشنید. نخواد گلناز کودک را هم این کافر ماجرایان جر کرده باشند. این اندیشه مهلک تمام رگ و پی بدنش را به تحریک انداخت. دو دسته شاخه را که موی سرش در پنجه آن اندرمان شده بود قپیده جثه‌اش را بالا کشید. پای راستش به آسانی رها گشت، ولی بجل پای چپ که بین دو شاخه بید مانده بود با اندک زور آوردن جانگزا درد میکرد. گلناز این موضع عجیب را که از بلندی طاقی افکن به آن افتاده زنده ماند از نظر گذراند. آن میدانچه سربته و درختی بود در لب رود پرتغیان. چهار طرفش را خرسنگ ها احاطه کردند. خرسنگی که 3 برابر خانه می آمد با تنه عظیمش راه آب را جانب جنگلک بسته بین دیوار کوه و آب رود چنین موضع نیم جزیره مانند را به وجود آورده است. در زیر پای سروناز 2 قنار پر از پشم، در زیر قنارها جسد خر، در زیر جسد خر تخت سنگ بزرگ خوابیده بودند. معلوم می شود که خر نیز عیناً از موضعی که وی پرت گشت به اینجا افتاده است. خداوند صاحب این خر را اگر زنده باشد از تمام بلاها برهاند، اگر مرده است بیامرزد. زن چه خیل به خر نیم پوسیده منتداری بیان کردنش را ندانسته همین سخنان را از دل گذراند. شکرانه کرد که ایزد پاک به او دوباره جان بخشید. از این می براید که سروناز هنوز دین خود را در روی زمین ادا نکرده است. اگر چنین نباشد در این پرتگاه جهنم نما زنده ماندنش دیگر چه معنایی داشته می تواند؟ می مرد و مردهش و مثل همین خر تومه زاغ و زغم می شد. پس دست بر قضا نباید نشیند، باید تلاش کند تا از این ورطه بیرون آید. قنارها را با چلبور به تنه خر بستند. اگر شکافته بر اثر بر شاخ درخت اندرمان شدن قنار زیر پایش را به نظر نگیرد، آنها بر پشت خر استوار باقی ماندند. دل سروناز پر شد و شاخه را رها کرد و بالای قنار نشست و به دستانش تکیه کرده
بونلغژان خود را به گردن خر رساند. پس از پیچ و تاب زیاد اخیراً خیمچه شاخی را که پایش به آن درمانده بود به دست آورد و یک پایه قامت راست کرد. چند لحظه پس تدبیر رهایی را یافت. بند پیخش را گشاد و اول نالش کنان پایش را از درون آن کشید، ثانی خود پیخ را از قبخان دو شاخه به در آورد. آن پر از خون کرخش بسته بود. سروناز خود را بالای سنگ گرفت و در پهلوی کله نشست و پایش را از نظر گذراند. لخت خون جوراب 4 سیخه را تا زانو به پایش یک لخت چسبانده است. اگر جوراب نمی بود خونم به مانع می ریخت و به هوش نآمده می مردم. خلاصه برآورد زن. در جای نشستش دور گشت و پایش را به آب انداخته دم نگاه داشت. سردی آن در زمان تا فرق سر رسید و به تمام هوشیارش ساخت. پایش را بیرون کشید و پیخ نمزدهش را به احتیاط کشیدن گرفت. از شدت درد دندانهایش را به هم فشرده نهایت پای افزار را بدر کرد. آن نیم وجب بالاتر از پاشنه سوراخ شده است. پس هنگام افتیدن شاخه شکسته نوکتیز از پیخ و جاروب گذشته موشک ساییدش را در رانده است. نوبت جوراب رسید. آن را به آسانی کشیده نمی شد، زیرا خوف کشادن زخم و از نو جاری شدن خون را در پی داشت. انتظار باید شد که به خوبی نم گیرد و لخت خون آب گردد. سروناز از نو پایش را به آب گذاشت و گرد و اطراف را از نظر گذراند. او در ساحل راست قرار داشت. در دو طرف رود کوههای لیس سیاه بیگیا به گردون سر افراخته اند. آنها را در رأی که بیشتر به تنگنا شباهت داشت و رود پرآب از بینش جوشیده و خروشیده با ناله و افغان به پایان میشتابید از هم جدا می کرد. از جایی که او نشسته است تنها جانب بالای دره را به مسافه 500-600 قلات دیدن ممکن است و بس. جانب پایان کوهپاره عظمت راه نظر را بسته است. زاغ و زغن خوسیده چند بار بالای سر سروناز چرخ زده به سیله ها تقسیم شدند و بالاخره بالای همان کوهپاره نشستند. پیت میکوبند که کی جانش میبراید و گوشتش را نوش جان کنند. بناخواست اندیشه به سرش آمد که این جانوران شوم گلناز خردکک وی را با نول و پنجه های نحسشان شکافته و در رانده گوشتش را خورده اند و لاشش حالا در همین گرد و نوا خوابیده است. هرچه زودتر به جستجویش برآمدن لازم. سروناز برخاست و اطراف را به سینچه گرفت. بالای خرسنگ ها شاخه درختان در یلنگی ها چیزی به نظر نمی رسید. اکنون باید پایش را ببندد و تگ سنگ و درخت و بوته ها را بسنجد. از پس قله های آسمان بوس ابرهای گران سیاه نمودار گشتند. روز تازه روشن شده تیرفام شد. باران بارد تمام. حرکت کرده نمی توانم. دل سروناز چوکید. شتابان جورابش را که لخته خون درونش تراویده بود کشید و پایش را معاینه کرد. شاخه میخمانند گوشتش را از پایان سایید تا بجور درانده است. زن زخم را شست و پاچه دریده پای راست ایزارش را کنده آن را بست. سپس جوراب و پیخ خونالودش را پاکیزه شست و تراتر پوشید تا هنگام حرکت زخمش نکشاید. برای از خرسنگ بلند به زمین پریدن نه جرأت داشت نه امکان. پای معیوبش اجازه نمیداد. علاج این کار را هم یافت. یک شاخه دراز بید را انتخاب کرده به یک جهش آن را دو دسته قپید و خم زده به آزار به زمین فرآمد. از شاخه خشکیده چوب دست ساخت و به آن تکیه زنان در پی کافتن دخترش شد. در نیم ساعت نیم جزیره کم پهنا را چرخ زده تگ هر سنگ و بوته را از نظر گذراند، اما گلنازش را نیافت. نهایت خلاصه برآورد که دخترش یقیناً به دریا افتاده است و به آب هم آواز گشت و غریب و شیون گره بستش را به گوش فلک سر داد. نالید و زارید، مویید و موی کند. تقدیر بدش را لعنتها خواند که در عوض 2 روز شادی
او را از یگانه دارایی زندگی گلناز عزیزش محروم ساخت. از فرزندی که در بهای 20 سال محرومیت ها در حرم شاهان او را به دست آورد. حتی نمی‌داند که به چه گناه متهمش کردند و چنین حکم وحشیانه را برای او و دختری از جهان بیخبرش روا دیدند. چون بازیچه با او دلخوشی کردند و به پرتابگاه هوا دادند. از کجای در ذهنش این بیتها شراره زدند و با انگشت گوشهایش را قفل زد و فریاد کشید: فریاد که فریاد رس نیست مرا، دل سوخت انیسی دل کس نیست مرا. گفتم که به جانبی تو پرواز کنم، افسوس که بالی مگس نیست مرا. ای دود سیاه در آسمانهای منی، زنگار فلک درد و علمهای منی. بشکفته گلی سفید در باغ همه، ای خار جفا همیشه در پای منی. زنی جگر خسته در این چند بیت آنقدر قوه و سوز دل جای کرد که سرش چرخید و به مدار بر روی سنگ نشست. های صدای به گوش رسید. سرویناز فکر کرد نوف اوست که از کوه ها برمیگردد، اما آن باز تکرار شد: هی جواب بده، جواب بده. آواز مرغوله‌دار مردانه این بار سرویناز را به پا خیزاند. دلش را چراغک امید روشن ساخت. او بالا جانب پول آویزان نگریست. کسی را تشخیص نکرده باشد هم داد زد: هوی به هاتی برا. امر کرد آواز. سرویناز لنگان جانب رود دوید و در چکلک ساحل آن قرار گرفت. دیدم، به شاخ بغل راست پول نگاه کن. سرویناز به شاخ نگریست و سراب دو مرد را دید که جانب او دست می افشاندند. دست جنباند که شما را دیدم. بعد ساعت ما به تو رسن می پرتاییم. فریاد کشید مرد و هر دو غیب زدند. ابرهای سیاه خرمن نزده باشند هم آبشان یک قطره‌ای به سر و روی زن چکیدن گرفت. او خدا را تولا کرد که تا برآمدنش باران شتاب نگیرد. مبادا شاخ باران شود، به کوه چون آینه لیس برآمدن امر محال می گردد. زن در انتظار رهایی از ورطه بیقرار گاه جانب شاخ می رفت، گاه جانب رود. چه پیش آمد عجیبه! فلک زنی را خود خداوند تعالی به دلش انداخت. نباشد این مردان رهگذر گمان هم نمی کردند که در بن پرتگاه آدم زنده در تلواسه رهایی است. سرعت باران بیشتر گردید. قطره های آن به سر و تنش می رسیدند و کمزور پختگینش را که گریبان، آستین و پیشبرهای سرمدوزی داشت تر می کردند. رویمان نداشت که سرش را پوشد. یقین وقت افتیدن شمالش برده است. زن خنک خورد، اما از بیم آنکه نجات دهندگانش را نفسی هم معطل نسازد ناجنبان جانب شاخ نگاه میکرد. نیم ساعت زیاد گذشت. از کمزورش آب چکیدن گرفت. پای دردمندش کرخ شد. دندانهایش به هم زدند. به دلش احساس ناامیدی سایه پرتافته بود که صدای دیر انتظار مرد بلند شد: رسن می پرتایم. و حلقه پیچان آن به هوا بلند شد. سرویناز به تک شاخ دوید. حلقه با سرعت گشاده شده در برابر کتفانش آمد و قرار گرفت. زن آن را سراسیمه به دستانش پیچاند. به میانت بند. این تاکید آتش اشتیاق به کوه چسبیدن را در دلش خاموش کرد. بله، دستان بار تنش را به امتداد 10 قلاچ هم برداشته نمیتوانند. کمتر دیگر سر دهید. چند قدم عقب رفته فریاد کشید سرویناز: دیگر نداریم. جواب آمد از بالا. زن مایوس شد. این قدر عذاب را پس سر کرد و اکنون که رسن نجات بخش را به جانبش دراز کردند داشتن نمیتواند. کرتات را کش و بنوگش بند. اول صدای مرغوله‌دار به گوش رسید و از پس آن آواز جرنگاسی جوان تکرارش کرد. بنا خواست فکر تازه در خیالش درخشید و سرویناز جانب جسد خر دوید. با تکیه به چوب دستش به تخت سنگ زیر لاشه برآمد و گره چلبوری را که با آن قنارها را به پشت خر بسته بودند یافت.
با ناخن و دندان بازش کرد و پیچهای بند را از تگ خر و بالای قنارها کشیده برآورد. سپس از خرسند فرآمده چیلبر را سلطب داده بود که قنارها نیز از پسش افتیدند. بوی تند دماغسوز مردار فضا را پر کرد. سروناز نفسش را درون زد و نوک دیگر بند را به دست آورد و جانب کوه شتافت. نیم راه را طی کرد که رسن به چیز اندرمان شد و شستش را گرداند. قفا برگشت و دید که حلقه‌اش بر ریشه بته در مانده است. آن را برداشت که همراهش خلطچه پوستی پربار نیز برخاست. بند دهان خلطچه را به چیلبر بسته بودند. زن سراسیمه راهش را دوام داد. باران شدت می‌گرفت. هر سه زنان تگ شخ رسید. چیلبر را بر رسن گره زد و مستحکمیش را سنجید. قسمت باقی مانده‌اش را گرد میان پیچانده ترنگ بست. خلطچه هم در کمرش کشال شد. اول خواست کشاید و پرتایدش، اما حس کنجکاوی بالا گرفت و در لحظه آخر از فکرش گشت شاید اشیای لازمه داشته باشد. در حالی که باران امکان چشم گشادن نمیداد، بالا نگریست و با تمام آواز داد زد: کشید! رسن اول چند بار سست و ترنگ شد، بعد سوی بالا خزید. از غایت ترس سروناز چشمانش را بست. گاه سرش به سنگ برمیخورد، گاه زانوهایش به شست به تن شخ می‌زدند، گاه به مانند سرخ پشمریسی گرد خود دور می‌زد، گاه دستانش به تیغه رسیده خراشیده می‌شدند، گاه غیر اختیار چشم می‌گشاد و جری بی‌تگ را دیده معده خالیش می‌کوچید و تا گلو می‌آمد. انگار تمام اعضای درونیش بیجا شده حالا بیرون می‌ریزند. لرزه بر اندامش افتاد. گوشهایش قفل زدند. پایان گفتاری پنجم. شنونده های گرامی، شما خوانش بدیعی را از روی قسم دوم رمانی تاریخی سروی سنگ عطا میرخواجه در قرائت مؤلف شنیدید. برنامه را برایتان کارگردان زبیدالله جان محمد آماده و پخش کردند. سلامت باشید.